این سوال توی کتاب ما بود و معلممون عین همین عددا داده بود تو امتحان، فقط اون 1/4 و 1/2 داده بود و من همون اول سوالو خوندم، فکر کردم عین اینو داده، قشنگ نشستم همینو نوشتم، سوالو کامل نخوندم و دوباره که داشتم مرور میکردم سوالا رو، چون این عددش هم دقیقا یادم بود، گفتم اوکی اینو درست نوشتم، اینو دیگه مرور نکردم و سر هیچی سوالی که عین کتاب بود و غلط نوشتم. که اینو فقط 1/2 کرده بود و من فکر کردم همون 1/4 داده. یه بار تو کل عمرم سوالی که قبلا دیده بودم تو امتحان اومده بود اونم اینجوری شد. کلا فکر کنم اگه نمیخوندم نمرم بیشتر میشد.